به نام خدا. با آموزش نرم افزار گوگل ارث در خدمت شما هستیم. علت این که نرم افزار گوگل ارث رو انتخاب کردیم اینه که قابلیت ها و کمک هایی که این نرم افزار در حوزه سنجش از دور، علوم مکانی و حتی شهرسازی میتونه بکنه رو نشون بدیم. همچنین این نرم افزار رابطه خوبی با نرم افزارهای دیگه مثل GIS، مثل اسکچاپ، مثل 3D Max و اتوکد و MV برقرار میکنه و میتونه به اونا خروجی بده و از اونا خروجی بگیره. ابتدا اینو بگم که نرم افزار گوگل ارث برای اولین بار توسط شرکت کیهول در سال 2001 ارائه شد و در سال 2004 گوگل اونو خرید و اولین نسخه‌اش رو سال 2005 منتشر کرد. برای دانلود این نرم افزار میتونید به بخش دانلود برید و اون رو دانلود کنید. من دو تا نسخه رو قرار دادم، هم جدیدترین نسخه رو و هم تا به امروز بهترین نسخه رو از نظر کرک. جدیدترین نسخه 7.1.2.2041 که از نظر کرک و اتصال به سرور مشکل داره. نسخه پیشنهادی من و نسخه‌ای که من باهاش کار میکنم نسخه 7.1.1.18.88 که پیشنهاد منم به شما همین نسخه است و از اینجا میتونید دانلودش کنید. بعد از اینکه فایل اگزه رو نصب کردید، فایل پچ رو ران میکنید و نرم افزار کرک میشه. بعد از نصب نرم افزار رو ران کنید. علت اینکه روی این منطقه وای میسه به این برمیگرده که من توی تنظیمات ویندوزم قسمت منطقه رو US قرار دارم. اگه من ایران قرار بدم و نرم افزار رو دوباره ببندم و باز کنم، روی منطقه ایران قرار میگیره. مورد دومی که بعد بهش اشاره کنم اینه که اگر نرم افزار رو با پروکسی ها اجرا کنید، نرم افزار اجرا نمیشه، چون بار اول موقعی که ما کرک کردیم با آی پی مشخصی به سرور ران شده و همین ما ارور میگیره و حتما باید بدون پروکسی اجراش کنید.